امروز میخوام ماسک میوه‌ای گارنیر رو برای اولین بار امتحان بکنم. راجبش خیلی ریویوهای خوبی خونده بودم. حالا که میخوام خودم امتحان کنم گفتم یه ویدیو بگیرم که هممون با هم ببینیم آیا واقعا این تاثیر داره یا نه. این چند تا مدل داره، مدل میوه‌های مختلف. چیزی که من تحقیق کردم راجع به موهای خودم که ساق موهام خشکه، دکولوره شده و بعد از همون موهام پف میشه و وزوزی میشه. بنانا هستش و یه دونم پاپایا داره. این دوتا رو من پیشنهاد داده بود، ولی باز با توجه به اینکه من می‌خواستم وز موهامم بگیره پیشنهاد داده بودن که اینو بخرم. ماسک لیوینه، یعنی شما میتونید اینو بزنید به موهاتون بدون نیاز به آب کشی. میخوام اون روشی که خودم تحقیق کردم استفاده کنم. این موهای منه الان. وای خیلی بوش خوبه. اصلا بو میوه میده. اول میزنم به ساقه موهام و 15 دقیقه صبر میکنم و بعد میخوام برم حموم. موهامو بشورم، توی حموم ازش استفاده کنم و آخر که آب کشی کردم و مومو شستم یه ذره خیلی کمی بذارم ازش توی نوک موهام که باز خیلی خشک‌تر از بقیه جاهاست بذارم بمونه و سشوار بگیرم. یه رو بمونه رو موهام. موهامو با شامپو کامل شستم. از این ماسکه نزدم برای آب کشی. وقتی داشتم میبرم بیرون فقط به این تیکه موهام از اینجا تا اینجا زدم. همین الان که موهای من یه ذره هنوز خیس و رطوبت داره میتونین کامل فرقش رو با قبلش ببینید. موهای منه بعد از خشک کردن سری اولی بود که من دارم از این استفاده میکنم. موهام خیلی نرم شده نسبت به قیمتش که 6 یوروه. میارزه واقعا. یه بزرگ آخه. خب اینم باز دوباره یه مزیته. اگر شما هم نظری در مورد این دارید یا تجربه‌ای دارید این زیر برای من بنویسید.